Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la lay. Aşk bu belli mi olur, döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur, döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz. مامان تو اینجا چی کار میکنی؟ پسرم من نمیخواستم به کسی آسیب برسونم، همه چی یه دفعه اتفاق افتاد. چی شده؟ تو چرا با تلفن غزل به من زنگ زدی؟ غزل مامان غزل چی شده؟ منو تهدید کرد، سرم داد زد، میخواست منو بکشه. خیلی ترسیدم، من فقط خواستم از خودم دفاع کنم. چی کار کردی؟ غزل الان کجاست؟ روی پله ها بود، سرم داد زد، داشت منو میکشت. بعد جر و بحثمون شد، از پله ها افتاد. افتاد؟ الان کجاست؟ نکنه مرده؟ نمیدونم. مامان یعنی چی نمیدونی؟ دختر از پله ها افتاده تو هم همینجوری ولش کردی؟ پسرم الان چی میشه؟ هار کمکم کن، خواهش میکنم کمکم کن عزیزم. نذار منو بندازن زندان لطفاً پسرم، خواهش میکنم. باشه آروم باش، بشین. من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم این دیگه چه نامزدی بود که اینقدر زود تموم شد. من که هیچی نفهمیدم به خدا. از زن عصبانی میشی بعد میتونی حرستو خالی کنی، اما آخه خب چرا مراسم رو ترک میکنی؟ آخه یعنی چطور میتونی بری مردی که؟ زود قضاوت نکن دخترم. آخه دخترم وقتی میرفت به تو چیزی نگفت ها؟ چیزه من بیرون دیدمش، داشت با تلفن حرف میزد. راست میگه. چی میگفت؟ تو گوشات تیزت شنیدی؟ بگو بینم. سالن خیلی بزرگ بود، خوب نشنیدم، اما یه دفعه ناراحت شد، اخماشو اینطوری کرد. یعنی یه اتفاق مهم تو نامزدی ما افتاده؟ آره؟ نامزدی ما، نامزدی نزدیکترین دوستش به این پسر میگه داداش. چطوری میتونه مراسمو ترک کنه و بره آخه؟ من که اصلا نمیفهمم. به خدا برمیگردیم میبینیم آقا مراد نیستن، نه تبریکی نه حرفی، بدون اینکه چیزی بگه مردی که گذاشته رفته. من نمیتونم درکش کنم، ازش طرفداری هم نکنیم. عزیزم حداقلش ما کنارت بودیم، اینطوری بهش فکر کن باش عزیزم. حیات جان یه بار دیگه به این پسر زنگ بزن ببینم مشکلش چیه. آخه چه مشکلی بابا جون؟ فقط میخواد جلب توجه کنه، یا چه میدونم حوصله‌اش سر رفته، مراسمو ترک کرده رفته. نه بابا بزرگ جواب نمیده. از وقتی رفته چند بار بهش زنگ زدم. نه نمیخواد نگران باشی، رفته به کارهای واجبش برسه، وگرنه نمیرفت. آخه برای رفتنش چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ ببین این طرف رفته به کارهای مهمش برسه، ما مهم نبودیم که. من میرم تو اتاقم. از اولش به خودم میگم ساکت شو امینه، ساکت شو، میگم دهنتو باز نکن، اما نمیتونم که، دیگه نمیتونم. دخترم اصلا خودتو خسته نکن، بعد از اون کارایی که باهاش کردی اون بهت جواب نمیده. ببین حال و روز ایپکو ببین. آخ
حرف مادرتون رو گوش نمیدین، بعد اینطوری عذاب میکشین. آره؟ برو دخترم، برو ببینم تا کجا میتونی فرار کنی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تو نگران نباش بابا بزرگ، من میرم به دختر میرسم. ممنونم دخترم. بچه ها، من نتونستم پیش بقیه بگم. مراد وقتی میرفت گفت این داستان وقتی من بمیرم تموم میشه. اگه بلایی سر خودش آورده باشه. حیات، تو رو خدا منو نخندون دیگه. داریم از مراد سارسیلماس حرف میزنیم. آخه اون به خودش آسیب میرسونه؟ از قصد این کارو کرده که تو رو عذاب بده. ایپک عزیز دلم، ببین میفهمم که امروز جشن نامزدیت بود، برای تو روز خیلی مهمی بوده میدونم، اما چون اونطوری که تصور چه ربطی به نامزدی من داره آخه؟ یعنی من به خاطر نامزدیم از دست مراد عصبانیم؟ بابا این آدم امشب پیش بهترین دوستش نموند. دختر و کافیه، بس کنی، دارم دیوونه میشم. اگه به خودش آسیبی برسونه، اگه بلایی سر خودش بیاره، چطوری خودمو ببخشم؟ جواب نمیده. اینجا بود. غزل سینی افتاد، همه چی رو زمین پخش شد. مامان ببین یه چیزی بهت میگم، نکنه تو اینا رو اشتباهی دیده باشی. منظورم مثلا خوابی چیزی، خب طبیعی هم هست به خاطر بیماریت. نه پسرم نه، ببین دقیقاً خوابیده بود اینجا. پس نمرده. حتما رفته پیش پلیس، رفته ازم شکایت کنه. مراد منو تحویل پلیس نده. باشه مامان، آروم باش، آروم، چیزی نیست، آروم باش. پسرم یهویی کجا غیبت زد؟ زنگ میزنیم تلفنت هم جواب نمیدی. جلوی کرمم بد شد، ببینم چطوری میخوای از دلش در بیاری. جواب بده دیگه، کجا بودی؟ شما با هم اومدی؟ از کجا؟ از بیمارستان. مامان یکم حالش بد بود، باید زود می اومدم. این مسئله کرمو فردا حل میکنم، باشه؟ مامان بیاد. عجب، غزل کجاست؟ چرا بهت زنگ زد؟ واقعا غزل کجاست؟ مگه بیمارستان نبود؟ بگذاریم، زیاد مهم نیست، هممون خسته ایم، بهتره بخوابیم بعداً در موردش حرف بزنیم. بریم مامان. غزل چرا با شما نیومد؟ حالا که مریضه پرستارش باید کنارش باشه. چون که من هستم. الانم حالش خوبه و نیازی به غزل نداری. بریم. پسرم بهتره به حیات زنگ بزنی، نگرانت بود. باشه مامان بزرگ، زنگ بزنم. شب بخیر. ما دیگه بخوابیم. شب بخیر. یه اتفاقاتی داره میفته، خیلی زود میفهمیم. اونجا خوابیده بود، قسم میخورم همونجا بود، با چشمای خودم دیدم اونجا بدون هیچ حرکتی افتاده بود. باشه مامان، یه کاری بکنیم. تو الان راحت بگی بخواب، خوب استراحت کن، در مورد اینا فردا حرف میزنیم. من قول میدم غزل رو پیدا کنم و تحتوی این قضیه رو در بیارم. پسر عزیزم، خدا رو شکر که هستی، خیلی ممنونم. باشه برو دوش بگیر، بعد بگیر بخواب، باشه؟ شب بخیر.
الو، منم غزل. خونه یکی از دوستامم، با گوشی اون زنگ زدم. خوبی؟ مامانم گفت افتادی؟ چی شده؟ افتادم؟ اینجوری بهت گفته؟ آره، گفت انگار جربستون شده و با هم دعوا کردین. نه، اینطوری نشد. مامانت از قصد منو هل داد، منم برای همین افتادم. یعنی چی؟ از قصد هلت داد؟ نه، من فکر کنم زیادی بهش فشار آوردم، اونم برای اینکه از خودش دفاع کنه منو یه هلم داد. یه لحظه. یعنی چی بهش فشار آوردی؟ یعنی تو رو به یاد آورد؟ یعنی این فراموشی الکیه؟ نه، هیچی یادش نیومد. باشه پس. مهم اینه که تو خوبی. دیگه نمیخواد تو بیای، اینطوری حل نمیشه. اون پولی که بهت قولشو دادم خیلی زود برات میفرستم. خب؟ اما مراد بالاخره یادش میاد. یعنی نمیخوای حقیقتو بفهمی؟ اینطوری نه، یه راه دیگه پیدا میکنم. خب دیگه اگه چیزی لازم داشتی بهم زنگ بزن. قطع کرد. دختر تو دیوونه شدی؟ کم مونده بود بمیری. معلوم نیست زنه چه بلایی سرت بیاره. اون وقت داری التماس میکنی که دوباره برگردی به خونه؟ باید صدقه بدی. خدا رو شکر که سرت به جایی نخورده. گفت دیگه نمیخواد بیای اونجا. خوب گفته. اون زن دیوونه است. با بیرحمی تمام تو رو از پله ها پایین هل داد. اون خیلی بیرحمه. باید هر طور شده برگردم به اون خونه. از جونت سیر شدی؟ دنبال دردسر میگردی غزل؟ این قضیه بوداره. اما تو رو خدا بگو نقشت چیه؟ حیات دخترم، این وقت شب کجا میری؟ مامان، مراد تلفنش رو جواب نمیده. دروکم همینطور. عظیمه خانومم تلفنش خاموشه. حتما اتفاق بدی افتاده. بهتره برم یه نگاهی بندازم. برو، اما مراقب باش، داره بارون میاد. زود سوار یه تاکسی شو. باشه؟ باشه، نگران نباش. منو ببین، اگه نمیخوای همه بفهمن، وقتی رسیدی فوراً با من تماس بگیر و بهم خبر بده. فهمیدی چی گفتم دیگه؟ باشه مامان، زنگ میزنم، نگران نباش. باشه. خدایا خودت بخیر بگذر، خودت کمک کن. لیلا، میدونم بیداری، گوشی تو بردار. یعنی چی جلوی درم؟ کرم، تو اینجا چی کار میکنی؟ احتمالاً هول کردم کلیدا رو تو خونه جا گذاشتم. یعنی پشت در موندم. ایپک، میخوای تلفن رو قطع کنی؟ این وقت شب گفتی جلوی درم، منم فکر کردم اتفاق بدی افتاده. وای تو برای نامزدت نگران شدی عشقم عزیزم. نه عزیزم، چیزی نشده. گفتم قبل خوابیدن تو رو ببینم. انگار خیلی ناراحت بودی. آره. خب حالا میخوای کجا بخوابی؟ تو ماشین. وا، با این وضعیت
نمیشه کرم جون، چرت نکن. همه جات خیس شده به خدا، اینطوری که تو ماشین بخوابی مریض میشی. باور کن. ببین بیا تو. کجا؟ اینجا دیگه. مشکلی پیش نیاد، بابا حشمت خونه است. به نظرم اگه سر و صدا نکنی مشکلی پیش نمیاد. زود باش بیا. بازم خواب میبینم. داری خواب میبینی و ببین که الان من برای چی کار میکنم. حیات داری چی کار میکنی؟ بازم خواب میبینی؟ دیوونه شدی دختر؟ آره دیوونه شدم. تو منو دیوونه کردی. تو داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ خواب بودم. البته تا قبل از اینکه تو بیای خواب بودم. تو این وقت شب چطوری اومدی خونه؟ از در اومدم. مامان بزرگ درو باز کرد. تو چطوری میتونی آخه بخوابی اینقدر خیالت راحت باشه؟ من به سعی میزنم تو جوابمو نمیدی. چطور میتونی بخوابی؟ آفرین به تو. حیات نزن، واقعا دردم گرفت. دردت گرفت؟ آره خیلی هم خوب. اینجوری هم دردت میکنه؟ اینجوری چطور؟ خیلی درد میکنه. بذار درد کنه. وقتی تو رو میزنم آرومتر میشم. حالا که تو درد نداری پس بذار من آروم بشم. اینجوری راحت ترم. بیا اینجا. ولم کن. وایسا. حیات پس بگیر. اینجوری خوبه ها؟ اینجوری چطور؟ بالشه باز نرمه اما دستات خیلی سنگینه. بده ببینم. بده من. کنار. این چی کار کردی؟ دیدی؟ چوب خدا صدا نداره. اگه بخوای منو بزنی اینطوری میشه. حالا بهت نشون میدم. آخه این بالشتو ببین. این دیگه چه بالشیه؟ همش پر مرغه. اینطوری نکن. این بالش چه گناهی داره آخه؟ کی بهت گفت اینطوریش کنی؟ حقت بود. بچه ها حالتون خوبه؟ من خوبم مامان بزرگ، اما انگار این گنجش کوچولومون حالش خوب نیست. بهت نشون میدم. داری به من میگی گنجش کوچولو؟ آره انگار گنجش کوچولو هم خوبه. هنوز داره منو میزنه. بازم داری مسخره‌ام میکنی؟ باشه پس بذار یکم جدی باشم. خیلی خوب باشه. اینا رو ببین. حالا من اینجا چجوری بخوابم؟ عظیمه داره زنگ میزنه. عظیمه خیلی باشه. قبل از اینکه دکمه رو بزنی آخه چی میخوای بگی حشمت خان؟ الو عظیمه جان خیلی باشه این وقت شب.
مشکلی که نیستش. اتفاق بدی افتاده؟ آره اما اتفاق بدی نیفتاده، برعکس اتفاق خوبی افتاده. گنجشکتون تو این بارون پرواز کنان اومده پیش پسر ما. منظورت از گنجشک حیاته؟ الان اونجاست؟ آره اینجا. این وقت شب تک و تنها اونم بدونه که از من اجازه بگیره؟ خدایا خودت بهم صبر بده. عصبانی نشین حشمت خان، دختر بیچاره نگران شوهرش شده طاقت نیاورده اومده اینجا. نکنه اینا با هم آشتی کردن. والا اگه آشتی هم نکرده باشن امشب حتما آشتی میکنن، چون در اتاق روشون قفل کردم، مجبورن تا صبح پیش هم باشن. زنگ زدم بهتون بگم اصلا نگران حیات نباشین. اوی عظیمه، با این عقلت 1000 سال زنده باشه. خدا نقشه دوم منم همچین چیزی بود، منم میخواستم اونایی یه جوری کنار هم بذارم. عظیمه میبینی مثل سیبی هستیم که از وسط نصف شدیم. ببین الکی من عاشقت نشدم خاتونکم. خب دیگه دیر وقته بخوابیم، شبتون بخیر. ممنونم ازت، شبت بخیر عزیزم. تا فردا چجوری تحمل کنم. دختر این وقت شب چی کار میکنی؟ اومدی حداقل آروم باش، ببین به چه روزی افتاده. اشتباه کردم نگرانت شدم. بگو آخه دختر برو بشین تو خونت دیگه. پا شدی اومدی اینجا، تخت خواب گرم و راحتم و ول کردم، اون وقت تو این شب زیر بارون. آخه نگرانت چیت شدم. منم میگم تو این وقت شب تو این بارون تا اینجا اومدی همش به خاطر عشق دیگه. تو فکر کن عشقه، به این میگن انسانیت، ولی چون تو نداریش نمیفهمی. یعنی زن من نگرانم شده؟ آره؟ راستش اگه خیلی منتظر تاکسی نمیشدم انقدر خیز نمیشدم. میدونی دیگه تو استانبول تاکسی و یهویی قیبشون میزنه، اونم تازه تو این بارون. میدونم. اما تو از کجا باید بدونی؟ چون تو ماشین داری، راننده شخصی داری. اصلا تا حالا منتظر تاکسی موندی؟ بگذاریم تو به خوابت ادامه بده، من دیگه میرم، دیرم شده. باشه، حالا که تو میری منم میخوابم. ممنون که اومدی. چی؟ داری شوخی میکنی؟ آدم حداقل میگه بذار برسونمت، حداقل میگه بذار برات تاکسی بگیرم. واقعا ببین من نگران چیه تو شدم، تو واقعا گاو. چرا اینطوری میگی؟ من که نمیگم برو، همینجا بمون، تخت به این بزرگی، بیا با هم میخوابیم. خیلی خنده دار بود. هیچی دیگه، این کارم کردی؟ البته خب راه دیگه ای نداشتی که منو اینجا نگه. مگه چی کار کردم؟ درو میگم، درو قفل کردی. کلیدو بده. من قفل نکردم. ببین مراد، موشاب کشیدم، پر پرم، عصبانیم و میخوام برم. این درو باز کن. از وقتی دعوا کردیم من یه بارم اونجا نرفتم، چطوری میخوام قفلش کنم؟ تو یه راهی پیدا میکنی. این جور بازی ها تخصص من نیست، تخصص توی جونم. زور نزن، الان میشکنه دیگه اصلا نمیتونی بری. جای حرف زدن بیا یه نگاه بنداز. اومدم. آخ تو چقدر عجولی. اومدم. مامان بزرگم. یعنی چی؟ در رو روی ما قفل کرده؟ ای خدای بزرگ، خودت کمکمون کن امشب بچه ها با هم آشتی کنن، دیگه از هم جدا نشن. از
عظیم خانوم میشه این در رو باز کنی؟ خواهش میکنم عظیم خانوم. عظیم خانوم ببینین من باید برم خونه، دیرم شده، نگرانم میشن. بابا بزرگم منو میکشه. یعنی چی؟ این دیگه چه حرفیه؟ کجاش مورد داشت؟ چرا بابا بزرگ تو رو بکشه؟ یعنی زنگ میزنی میگی پیش شوهرتی و تموم میشه. در ضمن اینقدر در نزن، همه تو این خونه خوابن. پس بذار بیدار شن. اینجا گیر کردیم، مسئله مهمیه. پس مسئله مهمیه. الان که وضعیت تغییر کرده به نظرم از شرایط موجود استفاده کنیم. حتی فکرشم نکن به هم نزدیک بشی، دیگه گولتو نمیخورم. تو فکر کردی اون نقشه است؟ مثلا اینم نقشه است؟ حرف نداره. اما این چیزیه که من میخوام. حیات چی کار میکنی؟ میخوای اونجا بخوابی؟ چون قبلا این کارو کردی برای همین میپرسم. اگه میخوای بالش برات بیارم تا گردنت درد نگیره. آره جون خودت، حرف نداره. به خودت بیا. دختر تو احمقی، دیوونه ای. کی سر آدمایی بد بلا اومده که سر این میکروب مژه‌دار بیاد؟ تخت خواب گرم و نرم تو ول کردی اومدی اینجا. اصلا به تو چه؟ هر کاری میخواد بذار بکنه. عزیزم چون منو دوست داری. اصلم چون منو دوست داری. شنیدی؟ آره شنیدم. در ضمن تو چرا به حرفای من گوش میدی؟ من نمیتونم با خودم هم حرف بزنم؟ دست خودم نیست. صدات از دورم قشنگه. ببین مراد، من خیلی عصبانیم، کافیه دیگه. لجباز مثل اسب میمونه. آره اسب. میکروب مژه‌دار. رسما گولم زده. برای اینکه نگرانش بشم تا اینجا بیام جواب تلفنشو نداده. منم باورم شده. میخوای بیام کمکت کنم؟ نه خیر نمیخواد. اینطوری نمیشه. امینه بیدار شو. بابا چی شده؟ زلزله شده؟ خونه ریخته رو سرمون؟ چی شده بابا؟ وایسا نترس، زلزله نشده اما یکم دیگه میشه. یکم دیگه من این خونه رو 8 ریشتر میلرزونم. دخترم کجاست؟ کدوم دختره بابا؟ امینه به خودت بیا. ببین برای آخرین بار میپرسم حیات کجاست؟ کدوم حیات بابا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بابا ول کن تو هم، بریم بخوابیم. صبح در موردش حرف میزنیم. خوابم میاد. خب دیگه شب بخیر. وایسا ببینم کجا داری فراز میکنی. وایسا ببینم. به خودت بیا. برای آخرین بار میپرسم حیات کجاست؟ تو حیاتو میگی؟ حیات خودمون؟ آره حیات خودمونو میگم. بابا جون کجا میتونه باشه؟ بچه تو اتاقش گرفته خوابیده دیگه. آها پس ببینم روش پتو بکشیم ها؟ نه بابا این وقت شب نمیشه. همشون خوابن. بیچاره ها از خواب بیدار میشن. در ضمن زشته این وقت شب بریم اتاق دخترای جوون. به خدا نمیشه. فکر میکنن این وقت شب به اتاقشون یه وقت حمله کردیم. زشته به خدا. خدایی نکرده زهره ترک میشن. خودت که میدونی همشون من اونا رو از ترس بودن در میارم. دا بیافت. ای وای بدبخت شدی. بفرما.
این دختره کی اومده؟ تو چیزی گفتی همینه؟ نه چیزی نگفتم بابا جون. ببین همشون گرفتن خوابیدن. زود باش دیگه بابا، ما هم بریم بخوابیم. وایسا ببین وایسا حیات پیش شوهرده شفت کی اینجا خوابیده ها؟ اون پتو رو بکش کنار. خدای خودت بدادم برس، خواهش میکنم بدادم برس خدا. چرا پتو رو بکشم؟ بکش بابا جون دخترها رو بیدار نکنیم دیگه. ببین چقدر قشنگ خوابیدن. زود باش بریم بخوابیم. ببین چقدر خوابم میاد. همینه، هر کاری میگم بکن. وقتی بهت میگم بکش یعنی بکش. بابا بزرگ مامانم راست میگه دیگه، شما بریم. ها پتو اینو بردار. بردار بابا بزرگ، لباس تنم نیست. برو بردار، زود باش. بردار. خدای خودت کمک کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای قرار بود اینا رو هم ببینم. همین تو چرا زنگورت پریده؟ چیزی نشده بابا، هیچی نیست. تو رو خدا بریم بخوابیم. وایسا ببینم بگی چی بود که ترفیدی؟ نه بابا بریم بخوابیم. مادر تو کلن چی شده؟ کسی اومده؟ بدین دستتون رو ببوسم حشمت خان. پسر تو اینجا چه کار میکنی؟ تو دیگه چطور آدمی هستی؟ مردش چه کار دادی اینجا؟ الان با چه کار کنم؟ الان بهت میگم اینجوری میزنم. بدبخت شدیم رفت. حیات حیات میخوای تا صبح اونجا بمونی؟ به تو چه؟ تو جای اینکه به من مطلق بگی برو در رو باز کن. اگه به کمک نیاز داری میتونم کمکت کنم. آره راستش یه چیزی هست، میای لطفاً؟ واقعا؟ آره واقعا. حیات چی کار میکنی؟ سب کن ببین نزدیک نشو. تو منو پر کردی. یعنی چی؟ الان میخوای مگه بچه ای؟ فکر نمی کردی به همین راحتی از دستم در بری؟ آره انتقام میگیرم. ببین حیات نکن حیات وایسا سب کن. اوف این چوب خداسا تصفیه شدی. دختر به جای اینکه بخندی کمکم کن، خیلی درد دارم. آره دیروزم برق گرفته بوده داشتی میمردی. نه این دفعه جدی میگم، خیلی درد دارم. باشه تو پا نشو، خدایی نکرده پات میشکنه. میدونی چی کار کن؟ به نظرم تو اینو بذار زیر سرت، تا صبح همینجا بخواب، حتی تا آخر عمرت اینجا زندگی کن. نظرت چی عزیزم؟ ها؟ بیا ولم کن. عطای بوس نگیرم ولت نمی کنم. مگه من بهت نگفتم دیگه حق نداری منو ببوسی؟ نمیدونم گفته بودی، یادم نیست. بیا ببینم نشنیدم. پس نمیخوای گوش کنی؟ آره چون صدات قشنگه برای همین نمیشنوم. برای همین رقصیدی و دوباره عصبانی شدی؟ ببینم به چی داری فکر میکنی؟ به هیچی فکر نمی کردم. به این فکر می کردم. باشه ول کن، خواهش میکنم ول کن. خب حالا منم باید شوخی کنم؟ خواهش میکنم. سب کن وایسا، به کسی نمیگم. نه.
میخوای زنم بشی؟ باشه بیا بیا زنم شو بیا. نمیشه. من نمیخوام. به من لباس خواب میدی؟ الو کجایی تو بابا؟ چرا زنگ نمیزنی؟ کسی زنگ نزد. کی قرار بود زنگ بزنه؟ آره مامانم هم اینجاست. تو چرا اینا رو میپرسی؟ چرا گذاشتی رفتی؟ بابا جواب بده. اگه جواب ندی تلفن رو قطع میکنم. بابام زنگ زد. اونطوری گذشت رفت ولی هنوزم زنگ میزنه. شب بخیر. حیات میشه چیزی نگی؟ شب بخیر. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la lay. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la